سلام و روز بخیر. من محمد امین براتی هستم. ما در مشهد توزیع عمده انواع انجیر رو داریم. همچنین نمونه‌های خشکبار دیگه محصولات ما رو داخل سایتمون به بازرگانی براتی به فارسی داخل گوگل سرچ بفرمایید. همه محصولات ما به همراه قیمت براتون میاد. تو این ویدیو ما می‌خوایم به صورت کامل و مفصل 3 نمونه از پرمصرف‌ترین انجیرها رو شما معرفی کنیم. در اینجا ما انجیر 3A رو داریم، انجیر 2A رو داریم و انجیر آ. اینا به ترتیب انجیر 3A درشترین انجیر 2A سایز متوسط و انجیر آ سایز ریز حساب میشه. ما اینجا سعی کردیم یه انجیری رو بیاریم که علاوه بر اینکه کیفیت لازم رو داشته باشه، در درجه اول کرم خوردگی نداشته باشه، پارسالی و کهنه هم قاطیش نداشته باشه، یه بار ممتاز و با کیفیت باشه. در کنار اینکه قیمت رو هم لحاظ کردیم، یه قیمت خیلی رقابتی به شما میدیم. محصولات رو با هم ببینیم و یه توضیحات مختصری به شما از این کیفیتش بدم. ببینید این انجیر 3A سایز درشت انجیر 3A سایز درشت حساب میشه، درشترین سایز انجیر بین انجیرها. البته الان الک انجیر رو تغییر دادن و ممکن همین 3A کیفیتش با انجیر 3A مناطق دیگه شیراز فرق بکنه. اینا انجیرهای شیرازی هستن و انجیر خوش حساب میشن و در کنارش انجیر 2. این نمونه انجیر هم به دلیل سایزش و به دلیل کیفیتش بسیار پرمصرفه. این سایز متوسط انجیره و علاوه بر اینکه قیمت خیلی رقابتی و مناسبی داره، تقاضای زیادی هم براش هست. و در کنارش هم انجیر پرمصرف آ رو هم داریم. این نمونه انجیر یکی از کمیابترین و پرمصرفترین انجیره به دلیل تقاضای بالاش برای صادرات و مصارف داخلی. اینا ببینید از لحاظ کیفیتی فقط توی سایزشون فرق میکنه. اگر شما برای مصارف شخصی بخواید، برای فروشگاه بخواید، بهتره که انجیر آ و 2A رو کنار هم داشته باشید. 2 انجیر رو کنار هم داریم، در کنارش هم انجیر 3A و 2A رو کنار هم داریم. خیلی راحت شما از الان میتونین انجیرها رو از هم تشخیص بدین. دقت بکنین اگر ضایعات انجیر زیاد باشه، کیفیتش میاد پایین، قیمتش هم به همون نسبت تغییر میکنه. و هیچ موقع دقت بکنید که انجیر به حال خود یا سورت نشده خرید نکنید. این سری انجیرها به خاطر اینکه سورت نمیشن، ممکنه انجیر ضایعات، ممکنه کرم خورده داخلشون باشه. این سری انجیرهای ضایعاتی قیمتشون فوق العاده ارزونه، به دلیلی که فقط صرفا مصارف صنعتی داره و اصلا مصارف خوراکی نداره. دقت بکنید. شما این محصولات رو میتونید به راحتی از مجموعه ما خرید بکنید. فقط شما کافیه که اسم بازرگانی براتی رو توی گوگل سرچ بکنید. ما در اینستاگرام، سایتمون و همچنین در تلگرام که همه محصولات رو به صورت روزانه لیست قیمتش رو ارائه میدیم، میتونید چک بفرمایید.